خواب راز فراموش شده یک میتونه زندگیت رو بسازه و حتی بسوزونه. فرض کن یه دکمه وجود داشت که با کلیک کردن انگیزت بیشتر میشد، ارادت بیشتر میشد و حس بهتری نسبت به زندگی داشتی. و جالبتر از همه اینه که این دکمه هر شب کنارته و این دکمه واقعیه، واقعا وجود داره. این دکمه اسمش خوابه. تک تک افرادی که این ویدیو رو دارن میبینن توی رنج سنی 17، 18 و حتی 25 سال هستن و اکثر شماها معمولا اونقدر ویدیو داخل اینستاگرام، یوتیوب و اپ هایی به این شکل میبینی که چشمتون خسته بشه، قرمز بشه، دست بزنین به چشتون و در نهایت بخوابین. یعنی رسما موقعی که خسته میشید میرید سراغ خواب و میرید میخوابید رو تخت خواب که این بدترین کاریه که میتونی انجام بدی با زندگیت و مهمتر از همه با سلامتیت. پیشنهادی که میکنن این که بری تو حالت سایلنت مود و اسمش روشه سایلنت مود، بری تو حالت سکوت یه جورایی و در این حالت شما میرید داخل رخت خواب، چراغ اتاق خاموش، نیم ساعت یا حداقل 1 ساعت گوشی رو قبل خواب میذارید کنار تو شارژا، جایی که بهش دسترسی ندارید و دور از شما. و در این حالت شما به طور طبیعی با فکرهای طبیعی خوابتون میگیره. اینکه در طول روز چیکار کردید، چقدر پول درآوردید، چه چیزایی کسب کردید، چه چیزایی یاد گرفتید و امثال چیزای طبیعی که توی زندگی روزمره پیش میاد. خواب فقط یک استراحت نیست. این نیست که به مغزت استراحت بدی یا یه نوع زنگ تفریح بهش بدی. اتفاقا برعکسه. اینکه ذهنت موقعی که میخوابی میره تو حالت یه جورایی تمرینات اساسی، بازسازی ذهن. و اگه دقت کرده باشی کسایی که کیفیت خواب پایین تری دارن با یه فرد مست فرقی ندارن. فرد مست نمیتونه درست راه بره، کج راه میره، لنگ میزنه، شاید یهو بخوره به دیوار و امثال اینجور چیزا. موقعی که کیفیت خواب پایین تری داری موقته، لحظه‌ایه، ولی موقعی که مستی اصلا نمیدونی همچین کاری کردی یا نه. یه لحظه برو تو آینه و به خودت نگاه کن. آیا واقعا بی انگیزه ای؟ آیا واقعا همیشه دنبال انگیزه ای؟ شاید دلیل بی انگیزگیت این نیست که فقط هدف نداری. شاید واقعا خسته ای. شاید واقعا به یک استراحت نیاز داری، به یک خواب خوب نیاز داری. شاید واقعا خسته ای، نه چیز دیگه ای. هیچ میلیاردر موفقی، هیچ ورزشکاری بدون خواب منظم به جایی نرسیده. چون خواب یکی از اصولی ترین چیزایی که به هر هدفی که میخواین برسین. چون اگه بخواین و خواستتون اینه که به مراتب بالایی برسین، به رتبه‌های عظیمی برسید، باید خواب منظمی داشته باشید. یک سری چیزهایی، یک سری عادتهایی مثل کمبود کیفیت خواب دست خودتونه. یعنی خودتون میتونی باعث بهبود، افزایش یا پس رفت و کاهش کیفیتش بشید. و اینجور چیزا به راحتی میتونی کنترلشو به دست بگیری. به راحتی. یک سوالی ازت دارم، میخوام که جوابشو بدی و از جهت عاقلانه و منطقی بهش نگاه کن. نمیخوام چرت و پرت بگی. میگیری اگر الان، همین الان 100 میلیون بهت بدم، ولی یک شرطی داره، اینکه فردا صبح از خواب بیدار نمیشی. حالا با این شرط آیا 100 میلیون قبول میکنی یا نمیکنی؟ اگر منطقی باشی، اگر آدمی باشی که با منطق، با درستی، با واقعیت ها پیش میره و به زندگی ادامه میده، این تصمیم من و این پیشنهاد من رو قبول نمیکنی. چون هممون میدونیم، هر آدم درستی با ذهنیت درستی میدونه اینکه فردا صبح از خواب بیدار بشی و به زندگی ادامه بدی ارزشش بیشتره از اینکه 100 میلیون تومان پول بگیری ولی فردا صبح از خواب بیدار نشی. اولین چیز داخل دنیا، مهمترین چیز سلامتیه. دومی خانواده، کسایی که دوستشون داری و اونا هم دوستت دارن. و سومین چیز که هیچ کس
قادر به رقابت یا مبارزه فایتی چیز باش نیست، پوله. تنها کسی که میتونه به کمبود خواب، به کاهش کیفیت خواب ضرر بزنه خودتی و تنها فردی که میتونه این چرخه رو عوض کنه، به کیفیت خوابش یه کمکی کنه، فقط و فقط خودتی. تمام خواسته من و افراد تیمم اینه که به بهترین ورژن خودتون تبدیل بشید، به خواسته‌هایی که میخواین برسید و افتخار خانواده بشید. و مثل همیشه اگر واقعا یک چیزی رو بخوای وسط خودتو بذاری، غیر ممکنه که بهش نرسی.